سند دیگری که در اینجا از کتاب نورالبرهان نعمت الله جزایری که در سال 1417 این کتاب چاپ شده در صفحه 75، در اینجا هم همین مطلب تکفیر رو ذکر میکنه. درست. که کسی که به امامت اعتقاد نداشته باشه یا ناصبی باشه، ناصبی به معنای این که دیگران رو بر علی ترجیح بده، افضلیت بده، این انسان هم کافر است، ولو اینکه شهادتین بگه، ولو اینکه همه فرایض و احکام دین رو انجام بده.